سیستم درآمدزایی جذاب و منحصر به فرد ریپوینت. ریپوینت اسمارت کانترکتی غیر متمرکز با پتانسیل درآمدزایی بالا، ریسک پایین و رابط کاربری ساده. این سیستم از رمزارز ماتیک و بستر بلاکچین پالیگون استفاده میکنه. برای شروع این تجارت هر شخص با انتخاب یکی از باکس های 20، 60 و یا 100 دلاری شروع به کار میکنه. تو این فرآیند کاربر باید مدل باکسی که انتخاب کرده رو رمزارز ماتیک به قرارداد هوشمند ریپوینت انتقال بده. چون سیستم ریپوینت به صورت رفرال مستقیم کار میکنه، 15% از هر مبلغی که داخل این قرارداد واریز میشه در لحظه به صورت کاملا اتوماتیک به شخص معرف به عنوان پاداش فروش مستقیم پرداخت میشه و مابقی مبالغ توی 3 تا استخر مجزا قرار میگیرن. 70% مبالغ در استخر روزانه یا همان استخر پوینت ها قرار میگیره. 10%ش هم داخل استخر ماهیانه یا همون استخر قهرمانان ریپوینت واریز میشه. جالبه بدونید که فقط 5% از کل واریزهای سیستم توی استخر توسعه دهندگان واریز میشه. با توجه به اینکه سیستم ریپوینت از یه طرح درآمدی باینری یا همون دودویی برای خودش استفاده میکنه، پس هر تعادل 20 دلار به 20 دلاری که توی هر روز ایجاد میشه معادل 1 پوینت خواهد بود. ارزش هر پوینت هم بعد از هر 24 ساعت مشخص شده و پورسانت اعضا مستقیما داخل کیف پولهاشون واریز میشه. برای محاسبه ارزش پوینت ها کافیه کل مبالغ موجود استخر 70% تقسیم به تعداد کل پوینت ها یا همون تعادل های به دست اومده بشه و نتیجه میشه همون ارزش هر پوینت در یک روز. حالا هر شخص بعد از مشخص شدن ارزش پوینت ها به نسبت تعداد پوینت های خودش از این استخر درآمد روزانه خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید. اگر مبلغ باکس خریداری شده برای هر نفر رو 100 دلار در نظر بگیریم و هر نفر هم فقط 2 نفر جدید جذب کرده باشه و کلاً 2 سطح تشکیل بشه، پس کل مبلغ واریزی میشه 700 دلار. اگه کسی باکس 100 دلاری رو انتخاب کنه، حتی اگه کسی رو هم معرفی نکنه، 1 پوینت به عنوان هدیه دریافت میکنه. اگه حجم کل واریز به سیستم رو 700 دلار در نظر بگیریم، 15% اون معادل 105 دلار به صورت مستقیم به معرف ها پرداخت میشه. 70% اون معادل 490 دلار وارد استخر پوینت ها میشه. 10% معادل 70 دلار به استخر قهرمانان واریز میشه. و در نهایت 5% از کل این مبالغ معادل 35 دلار به استخر ریپوینت واریز میشه. با فرض اینکه تمام افراد توی یک روز